أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثی رو که شروع کردیم در مورد آن بود که چه کنیم در دنیا و چه کسانی رو تبعیت کنیم تا در آخرت سعادتمند باشیم. کونوا مع الصادقین آیه قرآن رو تطبیق کردم برای اهل بیت، نمونه‌هاشم براتون مثال زدم و بیان کردم اونهایی که خلافت مسلمین بر کرسی خلافت نشستند و غصب خلافت کردند، آیات مطابق بر آنها نیست و شمه‌ای از فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب رو خدمتتون نقل کردم. دیروز در ذیل بحثمون یه نکته‌ای رو اشاره کردم، گفتم انسان‌ها بعضی‌ها غافلن، مشغول دنیان، اینا ممکنه یه جرقه‌ای در زندگیشون زده شود و راه سعادت رو پیش بگیرن. مثال براتون زدم مثل بشر حافی، فضیل عیاض، و ممکن است توفیق پیدا نکند و آخرت جایش جهنم باشد. خولی وقتی از پله‌های بالای قصر میرفت و سر مقدس امام حسین رو حمل کرده بود تا به یزید بدهد، انی قتلت سیدا محجبا، سیدی رو من کشتم، شخصی رو کشتم من که پدر و مادرش افضل انسان‌ها، میدانم اما دنیا مرا گول زده است. دنبال درهم و دینار بود، صدا میزد که جیبم رو پر از درهم و دینار بکن، چون چشمها دیگه کور شده، اون نورانیت از بین رفته. و ممکن است انسانها در خوف و رجاع زندگی کنند. گاهی وقتا انسان خوبی شود، گاهی وقتا میگه نکنه آخرت نباشه، نکنه دنیا ما استفاده ازش نکردیم و از دنیا رفتیم. اینا هیچگاه موفق نخواهند شد و سعادت کسب نخواهند کرد. گروه سوم گروهی هستند که یقین دارند، گاهی وقتا گناه میکنند اما سریع گناه رو جبران میکنند. افراد زیادی داشتیم مخلصند، افرادی هستند که محب اهل بیتند، تقوای الهی رو دارند، اما گاهی وقتا لغزش میکنند. اگر دوستان عزیز جلسه اول بودن گفتم خدمتتون، ابن طاووس میفرماد من در سرداب سامرا بودم، دیدم امام زمان بر این گونه افراد دعا میکرد، میگفت خدایا گاهی از محبین و مخلصین ما گناه میکنند، از میزان اعمال من بردار، در میزان اعمال آنها قرار بده. اینا مورد دعای امام زمان هستند، لذا اینا سعادتمندند. سه محور اصلی در زندگی انسان
اگر او یک شیعه اثنا عشری و مخلص اهل بیت باید سرلوحه زندگیش قرار بدهد و هیچگاه در مقابل این سه قضیه کوتاه نیاد. یکی ولایت علی ابن ابی طالب است، به هر عنوان مجامله در این قضیه نیست که محور اصلی بحث ما همین است. الان قضیه دوم قضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فعل و حرکت زهرا سلام الله علیها سند تشیع است، امضاء بقاء تشیع است. مبادا بعضی ها القاء شبهه کنند، بگن قضایا مال قبل است، توجه نکنید دنیا فرق کرده. نه، اینا همش شیطان است. شما زندگی که امروز برای انسان مهیا می شود، میبینید این پیشرفت برای سعادت بشری نیست. بله ممکن است کسی این پیشرفت رو آنگونه در زندگیش قرار بدهد که سعادت رو کسب کنه، ولی عمده مردم به واسطه این اشیایی که دارد به وجود میاد دارن به طرف نابودی میرن، به طرف سعادت نیست. ولذا فرمود یا خدا ابراهیم خطاب کرد به خداوند متعال خدایا، یا حضرت عیسی خطاب کرد به خداوند متعال خدایا من میخوام بهترین بنده تو رو ببینم. گفت عیسی میخوای بهترین بنده من رو ببینی؟ گفت بله خدا. گفت میروی کنار بحری، در خرابه ای پیرزنی است، این بهترین بنده من است. آمد دید یه پیرزنی است، نه میبیند نه میشنود، نه علیل است، نه دست دارد نه پا دارد. یه لحظه مکث کرد، دید یه پرنده‌ای یه قرص نانی آورد، با نوکش میزد به این قرص نان، در دهان این پیرزن قرار میداد. تعجب کرد، گفت این بهترین بنده خداست. بیرون خرابه آمد، این دفعه با صدا وارد شد، گفت سلام ای پیرزن. گفت سلام ای عیسی. تعجب کرد، گفت پیرزن تو از کجا میدانی که من به دیدار تو آمدم؟ بهش گفت عیسی همون خدایی که معرفی کرد و به تو گفت برو بهترین بندم رو ببین، همان مرا به من خبر داد. بهش گفت پیرزن تو از خدا چیزی نگرفتی، نه چشم داری نه پا داری نه دست داری، هیچی از خدا نداری، چرا دیدم خدا رو تسبیح میکنی؟ چرا خدا رو تسبیح میکنی؟ چرا خدا رو شکر میکنی؟ گفت عیسی بدان من خدا رو شکر میکنم چون خدا به من منت گذاشته است، از میان همه بنده هاش چشم مرا گرفته، از میان همه بنده هاش دست مرا گرفته، از میان همه بنده هاش پای مرا گرفته، منت به من گذاشته، چرا خدا رو شکر نکنم؟ آیه تطهیر، پیامبر اکرم وارد خانه ام سلمه شدند، گفتن ضعفی عارض شده است. ام سلمه اون عبای مرا بده که در روایت به عنوان کسوه ذکر شده است. پیامبر عبا رو کشیدن بر روی وجود مبارکشون. فاطمه زهرا آمد، ام سلمه پدر من کجاست؟ زیر عبا استراحت میکند. فاطمه زهرا ملحق شد. بعد حسنین آمدن، بعد علی ابن ابی طالب آمد. همانجا پیامبر دستهاش رو بلند کرد، دعا کرد. ام سلمه آمد گفت یا رسول الله من هم وارد بشم؟ گفت نه، انت علی خیر، تو بر خیر باشی، نه تو وارد نشو. و دلیل بر این که آیش جزء اهل بیت نیست همین مورد است. و الا ام سلمه زن پیامبر بود، باید پیامبر او رو زیر قطاع عبا قرار میداد. بعد آیه تطهیر نازل شد که خدا میخواهد
شما رو از هر گونه پلیدی دور کند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و شما رو پاک و پاکیزه گرداند. این در شأن خود اهل سنت نقل می کنند و اعتراف می کنند که این آیه در حق علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده است. نصارای نجران پیامبر دنبالشون فرستاد، گفت بیایید ایمان بیاورید. گفتن ما خودمون با پیامبر میاییم صحبت میکنیم. 70 نفر از علمای بزرگ نصارا آمدن مدینه، با پیامبر بحث کردند. روز اول نتیجه نگرفتند. بنا شد مباهله کنند، یعنی جمع شن، هر کدوم از اونها دعا کنن، از خدا بخوان عذاب رو بر طرف مقابلشون جاری کنن. بزرگ نجران به علما گفت آقایون، یه جمله رو به شما میگم تو مباهله توجه داشته باشید. اگه پیامبر عزیزانش رو آورد، جگرگوشه هاش رو آورد، مبادا مباهله کنید. اما اگر اصحاب و اطرافیانش رو آورد، مباهله کنید. پیامبر آمد به مسجد مباهله اجابه. 2 تا جوان مثل دسته گل این طرف و اون طرف پیامبر، یه شخصیتی مثل ما، مثل علی ابن ابی طالب، یه زنی مانند فاطمه زهرا که نور از وجودش می‌بارید. این بزرگ نجران وقتی نگاه کرد به علمای دیگه، گفت به خدا قسم، این چهره‌هایی که من میبینم اگر باهاشون مباهله کنی، چیزی از شماها بر زمین نخواهد ماند. مصالحه کنید با جزیه و مال. لذا مباهله نکردن. اینو قرآن میگوید. خداوند متعال در حق فاطمه و علی و حسن و حسین میگوید. خودشون اعتراف کردن در تفاسیرشون. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. نماز ظهر میخوان. علی ابن ابی طالب مسکینی آمد تقاضا کرد مالی رو. علی ابن ابی طالب در حالی که در نماز بود و در حال رکوع بود، انگشتر خودش رو در آورد به فقیر داد. این آیه به اعتراف اهل سنت در حق علی ابن ابی طالب نازل شده است. پیامبر آمدن، عده‌ای گفتن که یا رسول الله میخواییم بهترین بنده تو رو ببینیم. گفت بیایید برویم. برد آنها رو در مسجد نشانشان داد. علی در حالی که در رکوع بود، انگشتر خود رو در آورد به فقیر داد. و دیروز خدمتتون عرض کردم خداوند متعال به میکائیل و جبرائیل گفت ای ملک، امروز مشرکین قصد کردن بهترین بنده من پیامبر اکرم رو به قتل برسانن. شما، من عمر یکی از شماها رو طولانی کردم. کی حاضر است جای علی ابن ابی طالب بخوابد تا پیامبر اکرم از مرگ نجات پیدا کند؟ نه میکائیل قبول کرد نه جبرائیل. وقتی علی ابن ابی طالب فهمید، گفت من میخوابم، من جانم رو فدای پیامبرت میکنم ای خدا. بعد منادی صدا میزد بخن بخن من مثلک یا علی ابن ابی طالب، الله عز وجل یباهی بک الملائکه. خداوند متعال جولان پیدا می کند، افتخار پیدا می کند، در مقابل ملائکه خود رو نشان می دهد به واسطه فعل علی ابن ابی طالب.
ولذا من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در حق علی ابن ابی طالب نازل شده است. این اهل سنت چیزی در فضائل خلفا ندارن، تمسک کردن به اون آیه غار. آیه غار دلالتی نمی کند بر فضل او. میگن با پیامبر بوده تو غار، بهش میگیم بابا مگر تو در مسجد رسول خدا همه آدم بودن، همه مسلمان بودن، همه مخلص بودن، هم منافق تو مسجد پیامبر بود، هم مخلص و مرید پیامبر در مسجد بودی، دال بر فضیلت نیست؟ شما انقدر جبلان پیدا میکنید. لذا آمدن احادیث پیامبر رو باهاش بازی کردن. ببینید چه خباستی به خرج دادن. گفتن پیامبر که گفت فاطمه بضعة منی من آذاها فقد آذانی، چون علی ابن ابی طالب نظرش به یه زن دیگه هم بود. ببینید چجور احادیث رو تحریف کردن. فدک رو که پیامبر اکرم نهله فاطمه بود، در زمان حیاتش به فاطمه داد. آمدن گفتن ان معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه. دروغ است. ما ترکناه صدقه اصلا در روایت ندارد، اینو خودشون ضمیمه کردن. لذا فاطمه اومد محاجه کرد، گفت ابابکر چرا خلاف قرآن عمل میکنی؟ علی ابن ابی طالب آمد گفت ابابکر چرا فدک رو به فاطمه نمیدهی؟ چرا فدک رو از فاطمه میگیری؟ فدک در نزد فاطمه هست، چرا شاهد میخوایی برای فاطمه؟ بعد فرمود مگه تو قرآن نخوندی؟ آیه تطهیر رو نخوندی؟ خداوند متعال شهادت میدهد بر پاکی فاطمه. بعد گفت بهش ابابکر اگر کسی اومد گفت فاطمه نعوذ بالله فلان فاحشه را انجام داده چی کار میکنی؟ گفت حج جاری میکنم. گفت تو کافری، خدا شهادت میدهد به پاکی فاطمه، بعد قول مردم رو تو در مقابل خداوند متعال قبول میکنی؟ آیا رسول خدا تصریح کرد بر ولایت علی ابن ابی طالب؟ خود اهل سنت نقل میکنن. اجازه بدید نمونه مثال بزنم وقتمون رو خیلی نگیرد. احمد ابن حنبل از علمای بزرگ اهل سنت است. یا علی انت تبرئ ذمتی و انت خلیفتی علی امتی. این خودشون نقل کردن. احمد ابن حنبل، ابن المغازی شافعی و ثعلبی نقل میکنند پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود انت اخی و وصیی و خلیفتی و قاضی دینی. اینو خود اهل سنت نقل میکنن. کجای قرآن دلالت بر ولایت علی ابن ابی طالب میکنن؟ من دیروز در مورد غدیر خم یه اشاره‌ای کردم. جبرائیل نازل شد در غدیر خم به اعتراف خود اهل سنت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چه بهت گفتیم به مردم بگو. من ربک، هرچی از خدا بر تو نازل شد. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه به مردم ندی این قضیه رو تو نبوت رو انجام ندادی. مردم رو جمع کرد، دست علی ابن ابی طالب رو گرفت. جمله مهمش اینه، گفت مردم جان من نسبت به شما اولا نیست؟ هم گفتن چرا؟ قرآن تصریح داره. گفت من علی ابن ابی طالب رو خلیفه قرار دادم. زمان مبارک حضرت حدیث بعد اولی و دومی به اعتراف خود اهل سنت آمدن دست دادن به علی ابن ابی طالب. بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اینو تو متون خود اهل سنت دارد. مذهب ما بر پایه‌های محکم استوار است. محاجه های علمای ما قویه، منابع تشیع قوی است.
و خدا رحمت کند اون علمای بزرگ که جان و مالشون رو در راه تثبیت مذهب فدا کردن. فرزندم چیه، مالم چیه، موقعیتم چیه، جانم فدای علی ابن ابی طالب. بعد آیه نازل شد وقتی ابلاغ کرد پیامبر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. من دیگه وظیفه‌مو مردم انجام دادم، خودتون میدونید. شما میگویی علی ابن ابی طالب پیامبر او رو جلب نکرد، به من بگویید بس با این دو آیه قرآن چه میکنید؟ نداریم جایی بگوید که این آیه های قرآن نازل شد در جایی و پیامبر اکرم چیز دیگه رو گفته باشد. پیامبر باید تو این گرمای سوزان مردم رو جمع کند، یه مطلب مهمی رو بیان کند. الست اولا بکم من انفسکم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی پیامبر میخواد بفرماید علی هم اولاست نسبت به دیگران. خود اهل سنت نقل کردن، میگه قضیه قدیر که تموم شد حسان ابن ثابت بلند شد گفت یا رسول الله اجازه میدی شعری بخوانم در مورد این فعلی که تو انجام دادی؟ ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم فاسمع بالرسول منادیا و قال فمن مولاکم و ولیکم. بعد در آخرش میفرماد قم یا علی، بلند شو علی جان، فاننی رضیتک من بعدی اماما هادیا. دیگه باید چی بگه پیامبر؟ چگونه باید قضیه رو برای مردم واضح کند؟ این در متون اهل سنت وجود دارد. کسی نبود از علی دفاع کند. خود علی در مواطن مختلف تو مسجد پیامبر، تو مسجد کوفه بلند شدن خطاب به اصحاب پیامبر انشدکم الله، تو رو به خدا قسمتون میدم، من سمع رسول الله، کسی که شنید از رسول الله، کسی که شنید از رسول خدا، یقول من کنت مولا فعلی مولا فلیشهد، شهادت بده. 30 نفر بلند شدن شهادت دادن، اما پشیمون شدن از شهادت. اجازه بدید براتون مثال بزنم. مالک ابن نویره بلند شد وسط مسجد گفت ابابکر برای چی خلافت رو تو غصب کردی؟ مگه تو در مواطن مختلف تو غدیر خم نشنیدی پیامبر دست علی رو گرفت، علی ابن ابی طالب رو گرفت؟ این کینش تو سینش موند. به خالد ابن ولید میگه گفت میروی خانه مالک ابن نویره. خالد رفت به مالک ابن نویره گفت چرا زکات رو نمیفرستی برای ابابکر؟ گفت من زمان پیامبر میفرستادم اما الان نمیفرستم. بهانه بود. آقایون سرش رو برید قرار داد سرش رو با بعده‌ای که از اون طرفداری کردن زیر دیگ آب جوش به عنوان هیزم استفاده کرد. بعد وارد اتاق خواب زنش شد، به زنش تجاوز کرد. فرستاده خلیفه مسلمین هست. ببینید قضیه مالک ابن نویره رو خواهش میکنم به تفصیل مراجعه کنید. نقل کردن مفصل است، حتی کتب تاریخی اهل سنت نقل کردن قضیه رو. تا بهشون میگه آقا این قتل از جرم است، میگه توبه کرد. چرا مردم رو پشیمون کردن؟ حالا اجازه بدید آقا جون 3 راه رو انتخاب کردن. یا مار رو گرفتن، یا جان رو تهدید کردن، یا از افرادی استفاده کردن که دین نداشتن. علی ابن ابی طالب شبا برای اینکه حجت رو تمام کند فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بر مرکب می نشاند، میرفت در خانه مهاجرین و انصار رو میزد، میگفت مگر شما ندیدید پیامبر اکرم
فدک رو به فاطمه داد. یک شهادت بدید آقایون. این رفتن فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب برای فدک و دنیا نبود، برای اتمام حجت بود، برای نسل‌های مثل شما بود که این اشخاص رو بشناسید. فاطمه ای که پیامبر اکرم بفرمود جگرگوشه من است، نگاهش به فاطمه که می افتاد تمام قد پیامبر می ایستاد. اگر فاطمه جایی رو برای نشستن احتیاج داشت، پیامبر جای خودش رو میداد، سینه‌ش رو میبوسید. یه دفعه عایشه بهش گفت که یا رسول الله چرا سینه فاطمه رو میبوسی؟ فاطمه بزرگ شده، دارای بچه شده. گفت تو نمیفهمی، من بوی بهشت رو از فاطمه استشمام میکنم. در خانه معاذ بن جبل رو زد. علی ابن ابی طالب بهش گفت معاذ تو اون روز بودی پیامبر فدک رو به فاطمه داد؟ گفت بله بودم. بهش گفت یه شهادت بده که فدک متعلق به فاطمه است. گفت اگه مردم شهادت دادن منم شهادت میدم والا معذورم. فاطمه زهرا بهش گفت معاذ شکایت تو پیش پیامبر میبرم و تا زنده هستم با تو سخن نمیگویم. البته فاطمه مستقیم با مردها صحبت نمیکرد، علی ابن ابی طالب ناقل بود. حالا ما مستقیم بیان میکنیم در تمام قضایا. فاطمه زهرا خانش تو مسجد پیامبر بود. هیچ کس نه در تاریخ نه در روایات نه در نقل قولها هیچ کس نقل نکرده است یک روز فاطمه زهرا وارد مسجد شده باشد و پشت سر پیامبر نماز خوانده باشد اصلا. ولی چه کردند که فاطمه از خانه باید خارج بشود، از بعلش علی ابن ابی طالب و زحمات پیامبر اکرم دفاع کند. بعد پسر معاد گفت آقا این زنه چی بود در خانه؟ گفت فاطمه دختر رسول خدا. گفت چه سعادتی، دختر رسول خدا در خانه ما. چه میخواست پدر؟ گفت میخواست شهادت بدم که فدک مال فاطمه بود. گفت پدرم چه گفتی به او؟ گفتم که اگه شهادت دادن منم میدم. پدر جان فاطمه چه گفت؟ ناراحت شد، شکایت مرا پیش پیامبر خواهد بود. گفت دیگر با تو سخن نمیگویم. گفت پدر او فاطمه بود دختر رسول خدا، اما من پسرتم جگرگوشتم. فاطمه آمده در خانه با تو آنگونه با او سخن میگویی. به خدا قسم خدا شاهد باش تا سرم را بر زمین نگذارم و از دنیا نروم با این پدرم سخن نخواهم گفت. چرا دل فاطمه رو شکستی؟ چه کردم؟ این معاویه ملعون این بست ابن ارطاح رو فرستاد، گفت از مدینه شروع میکنی تا یمن، هر کسو دیدی ذره‌ای از محبت اهل بیت تو دلش هست سرش رو بزن، او رو بکش. تو خبر داره حرکت کرد از طرف مدینه تا یمن 30,000 محب اهل بیت رو زنده سوزان. 30,000 محب اهل بیت. یه نمونه دیگه هم مثال بزنم. وارد خونه عبیدالله ابن عباس شد. این محب علی ابن ابی طالب بود. دو تا بچه کوچولو داشت 6-7 ساله جلو مادرش. مادر آمد نشست، نمیتواند کاری بکند. جلو مادر دو تا بچه ها رو تیکه کرد. مادره نشسته بود تو حیاط شعر میگفت، درد دل میکرد، نمیتونست جواب بده. بعد اینا با دختر رسول خدا چه باید بکنن که علامه مجلسی بگوید فاطمه زهرا از در خانه میخواست قبر پیامبر رو زیارت کند، آنقدر ضعیف شده بود هی در زمین میافتاد. چه کرده بودن با فاطمه اینا؟
اجازه بدید خلاصه کنم، وقتم گذشت. این همه پیامبر سفارش کرد، فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. خیلی مرا اذیت کردید، خیلی زجر دادید، من از شما چیزی نمیخوام، محبت اهل بیتم رو میخوام. فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اهل بیت ما رو در نظر بگید. اجازه بدید یک جمله‌ای هم بگم وارد قضیه فاطمه زهرا بشم. آقایون، با این همه آیات روایات میدانید علی ابن ابی طالب رو چگونه از خانه بیرون بردن؟ از روایات براتون میکنم، روایات مختلف است. جعلوا حمائل سیفه فی عنقه، جای شمشیر رو بر گردن علی ابن ابی طالب قرار دادن. یک، در روایت دیگر فالقوا فی عنقه حبلا، حبلا رو گردن علی ابن ابی طالب طناب قرار دادن. اخرجوه ملببا بثیابه یجرونه الی المسجد، علی رو میکشیدن، روحی له الفدا رو مسجد میبردن. یمضی بهی رکضا، معذرت میخوام امام زمان لگد به علی ابن ابی طالب میزدن. فاستخرج امیر المؤمنین من منزله مکروها مصحوبا، انطلقوا به یسوقه عمر سوقا عنیفا، عمر رو میکشید، با شدت میکشید. دارد و یقاد کالجمل المخشوش، جمل مخشوش، اون معذرت میخوام امام زمان چه مثالی، این شطوری که وحشیست یه لجام دستن جلو دهانش و او رو میکشیدن. علی ابن ابی طالب رو معذرت میخوام امام زمان این گونه میکشید. آمدن در خانه علی ابن ابی طالب. فاطمه گفت علی جان من جانم به فدایت، اجازه بده من برم پشت در، چون اینا وصایای پیامبر رو در حق من شنیدن، ممکنه احترام کنن نیان هجوم نبرن. آمد پشت در، گفت منم فاطمه پشت در. گفت هر کی میخوای باش، بگو به علی خارج شود و بیعت کند و الا خانه را آتش میزنم. این از منابع ما نیست، خودشون میگن. به خانه هجوم بردن. فاطمه زهرا بر زمین افتاد. راوی میگه من به حسنین نگاه کردم، مانده بودم که مادر رو از روی زمین بلند کنن یا دنبال پدر حرکت کنن. سلمان میگه من با علی ابن ابی طالب حرکت میکردم، دیدم علی ابن ابی طالب به پشت نگاه میکند. گفتم آقا جان چرا نگاه به پشت میکنی؟ گفت سلمان نگاه کن. نگاه کردم دیدم فاطمه است می ایستد، بر زمین می افتد، به دنبال علی ابن ابی طالب حرکت میکند. گفت به من اسما آب برام بیاور، لباسهای تمیزم رو بیار، سریرم رو به طرف حجره قرار بده، من میخوابم، مرا صدا بزنه، اگر جواب دادم هستم. میگه همان روز قبل از این که از من درخواست کند دیدم حجره باز شد، فاطمه زهرا خود بلند شدن دست به دیوار. گفت اسما زینب کجاست؟ گفتم مادرم عزیزه دلم حال شما خوب نیست. گفت امروز میخوام کار خونه رو خودم انجام بدم، گیسوان زینب رو خودم شانه کنم. میگفت نگاه کردم دیدم با دستای بیرمق موهای زینب رو شانه میکند. بعد به من گفت من میخوابم. بعد از چند لحظه صدا زدم فاطمه جان عزیزه دلم.
محبوبه رسول خدا. هی صدا زدم دیدم جواب نمیاد. یه دفعه دیدم حسنین آمدن. اسما مادرمون کجاست؟ استراحت میکند. این روز مادرم این وقت روز استراحت نمی کند. دیدم حسین است میگوید اسما به مادرم بگو حسین آمده است. خوشحال می شود. در حجره رو باز کردن، ملافه رو بالا زدن، خود رو بر جسد فاطمه انداختن. آنقدر گریه کردم گفتم عزیزان بروید پدرتون رو خبر کنید. آمدن مسجد گفتن پدر جان مادرمون از دنیا رفته. راوی میگه نگاه کردم به علی ابن ابی طالب دیدم از مسجد خارج شد به زمین می افتد. چه شده است؟ علی که بر زمین نمی افتد. دیدم یکی بهش گفت آخر خبر شهادت فاطمه رو بهش دادن. الا لعنت الله علی